سلام به همگی، به کاتالیست خوش اومدین. من نجمه هستم. حدود 7 سال پیش به اروپا مهاجرت کردم برای تحصیل و بعدش هم برای ادامه کار و زندگی. من توی این مدتی که مهاجرت کردم، چه در زمان تحصیلم و همینطور در زمانی که مشغول به کار شدم، یه سری تجربه هایی رو به دست آوردم که حس کردم که میتونم اونا رو با بقیه به اشتراک بذارم و بقیه هم بتونن از این تجربیاتی که من داشتم استفاده کنن و بشه یه حالت کمکی برای کسایی که توی این موقعیت ها قرار میگیرن. من توی این ویدیو میخوام راجع به نحوه برخورد و عملکردمون توی محیط کار صحبت کنم وقتی که برای اولین بار، مثلا بعد از فارغ التحصیل شدن، برای اولین بار وارد محیط کار میشین توی کشورهای اروپایی یا حالا ممکنه برای کشورهای دیگه هم به درد بخوره. حالا چه شما تجربه ای رو توی ایران داشته باشین چه نداشته باشین، به هر حال وقتی که وارد یه فرهنگ جدید میشین، یه کشور جدید میشین، خب یه سری مسائل هست که متفاوت هست و به خاطر همین باید مثلا اینها رو در نظر گرفت و برخورد مناسب اون جو رو داشته باشه. من 10 تا مورد رو آماده کرده بودم برای به اشتراک گذاشتن با شما و سعی میکنم توی این ویدیو راجع به 5 تاشون صحبت کنم و 5 تای بعد رو توی یه ویدیوی دیگه به اشتراک میگذارم. خیلی ممنون هستم از اینکه تماشا میکنید. مورد اولی رو که میخواستم راجع بهش صحبت کنم آن تایم بودن، یعنی به موقع به محل کار رفتن. حالا درست هستش که از زمانی که از دوره بعد از کووید حالا یه سری شرایط کاری یکم تغییر کرده، شما میتونید دورکاری داشته باشین یا همینطور زمان ورود و خروج به محل کار حالت فلکسیبل پیدا کرده. شما میتونید مثلا ساعت ورودتون از یه رنجی به عنوان مثال بین 7:30 تا 10:30 هست و به همین صورت ساعت خروج شما هم به تأخیر میفته. به خاطر همین حالا یه آن تایم بودن، مثلا این که شما فیکس سر ساعت 8 سر کار باشین دیگه وجود نداره. ولی خب بس این هستش که شما مثلا اگر بخواین برای مدت طولانی، خصوصا من بیشتر راجع به اون دوره بازه زمانی اول کار دارم صحبت میکنم، 1 ماه اول تا حتی تا 6 ماه اول، یعنی وقتی که راجع به این مسائل صحبت میکنیم تا حدود 6 ماه اول هست که شما به شدت زیر ذره‌بین هستین. راجع به اون دوره صحبت میکنم. شما مثلا اگر بخواین هر روز ساعت 10:30 برین، حالا هر روز نه ولی خب تعدادش زیاد بشه، ممکن هستش که چه بهش میگن، اون رنجی که شما دارین وارد میشین، بازی زمانی که شما وارد میشین با همکارای دیگه‌تون مثلا یکسان نباشه. خب شما در اول کار باید یه جوری باشین که تحت نظر افراد مختلف هستین یا محیط کار رو میبینید و باید بیشتر در تماس باشین. بنابراین بهتر هستش که شما هماهنگ کنین با بقیه افراد. یه موضوع دیگه که در کنار همین هست، مثلا شما یک مورد دیگه از به موقع بودن این هستش که مثلا شما در اون شروع کارتون نیاین به خاطر مسائل مختلف هر روز بخواین مثلا مرخصی‌های مختلف بگیرین. امروز نمیدونم، خب به هر حال ما چون مهاجر هستیم مشکلات پرمیت داریم، امروز مشکل پرمیت، فردا مشکل ثبت نمیدونم اقامت هست، اون بعدش دوباره مثلا حالا ممکنه آدم مریض بشه. یعنی منظورم این هستش که توی 1 ماه اول اگر شما همینجور هر روز این مسائل پیش بیاد، خب یکم جو سنگین ایجاد میکنه که شاید شما خب چرا یه جوری برنامه‌ریزی نمی‌کنین که مسائل شخصیتون مثلا خارج از محدوده کار باشه یا بعدش باشه یا قبلش باشه. حالا ولی این رو نمیگم که مثلا اگه این کارا رو بکنید جنبه بدی داره و همه میگن چقدر نمیدونم این شخص
نمیدونم میخواد فرار کنه از محل کار یا مثلا، ولی خب به هر حال جو رو اون اولش شاید مثلا برای خودتون هم یکم سعی کنه وای چرا من هر روز باید یه اجازه بگیرم دیگه روم نمیشه. یعنی این چیزا رو هم برای شخص شما به وجود میاره. به خاطر همین سعی کنید مسائل اینجوری رو اگه میتونید تو زمانهای خارج از ساعت کاریتون انجام بدین خب انجام بدین. اگر هم نمیشه سعی کنید همه رو یه جور برنامه‌ریزی کنید تو یه روز 2 روز مثلا یه روز خاص رو در نظر بگیرید که بتونید کارا رو انجام بدین و به همین صورت سعی کنید که مثلا یه پلن داشته باشین که نخواد بشه امروز فردا پس فردا. مورد دوم این هستش که توی اون اول کار چون شما اون همکاراتون رو خب نمیشناسید، فرهنگ‌های مختلف، افراد مختلف، نمیدونم جنسیت‌های مختلف، شما آشنایی با هم دیگه ندارین. بعد به خصوص این رو دارم میگم برای اون افرادی که واقعا این بار اولشون هست بعد از دانشجویی. خب اینجوری نیست مثلا شما اولش هم که تو کشورهای غیر از انگلیسی زبان اولش باید زبانشون رو یاد بگیرین. به خاطر همین مثلا گرفتن گواهی نامه و ماشین داشتن یکم سخت هستش. به خاطر همین ممکن هست شما محل کارتون یه جوری باشه که خیلی فاصله داشته باشه از جایی که خونتون هست، یا مثلا خب به هر حال یه زمانی لازم هست تا شما تازه یه جایی زندگی میکردید بعد شانسی یه کاری پیدا کردین حالا رفتین اونجا و اینا. و به نظر من اون اوایل سعی کنید که این مسائل شخصی که الان میگم قاطی محیط کارتون نشه. مثلا یه موقع دیر میرسین، آخ چون خونم اونجاست، نمیدونم امروز اتوبوس نبود، امروز قطار نبود، امروز ترافیک بود. یعنی اینا پیش میاد، همه جا پیش میاد، برای همه هم پیش میاد. ولی مثلا شما اگه فکر میکنید که برای رفتن سر کار و به موقع بودن باید مثلا 1 ساعت زودتر شروع کنید یا وسیله نقلیتون رو عوض کنید، نه این کارا رو انجام بدین و اولش واقعا سخته ولی به هر حال اون بار مسائل شخصیتون رو به محیط کار نمیبرید. یه موضوع دیگه که کنار این مهم هست این که شما ممکنه که همکارایی رو داشته باشین که بتونن بهتون کمک کنن که یا مثلا بگم خب حالا ما امروز با ما بیا سر کار یا با ما ماشین داریم با ما برگرد. ولی خب اینا همه خوبه، خیلی ها هستن کمک میکنن واقعا، خصوصا وقتی میبینن که ما مهاجر هستیم و حالا سختی های زندگی رو داریم. من پیشنهاد خودم این هستش که حالا این تعارف‌های افرادی رو همکارا رو مثلا حالا 1 بار 2 بار 3 بار اینا مثلا اوکی هست قبول کنین، ولی در کل سعی کنین همون اول خودتون رو مستقل نشون بدین. این مستقل بودن نشون میده که شما میتونید گلیم خودتون رو از آب بکشین. این خیلی از آب بکشین بیرون، این خیلی مهم هست و بهتون کمک میکنه و بهتون اون چی بهش میگن اون حالتی رو میده که شما فردی هستین که قادر هستین هندل کنید مسائل شخصیتون رو و مسائل کاریتون رو و اینا با هم قاطی نمیشن و هر روز یه چالش و تراما به محل کارتون نمیبرین. یعنی این ذهن به این نتیجه میرسن که شما این ذهن آروم و متمرکز رو دارین برای کار کردن. مورد سوم این هستش که وقتی که تازه وارد محیط کار جدید شدین سعی کنین توی 3 ماه اول 6 ماه اول نظاره‌گر باشین، بیشتر مانیتور کنین که جو چجور هست، همکارا چجور هستن، چجور برخوردی دارن و سعی کنین بیشتر جو رو بشناسید، افراد رو بشناسید. حالا بحث این پیش میاد که ممکنه بعضی افراد بخوان همون اول بگن که من خودم رو ثابت کنم که چقدر خوب بلدم همین کارا رو انجام بدم، چقدر من شاخ هستم و من باید مثلا سعی میکنن که خودشون رو نشون بدن و اینا. به نظر من این نظر شخصی من هست، شما یعنی هر کسی میتونه نظر خودش رو داشته باشه. اون هفته های اول، ماه های اول بهتر هستش که ما سعی کنیم اون کاری رو که ازمون خواسته شده به خوبی انجام بدیم و اگر جایی کمکی ازمون خواسته شد یا نظری ازمون خواسته شد در حد قابل قبولی و مثلا با یک
آرامش خاص همه چیز رو حل کنیم، توضیح بدیم، کمک کنیم. این که مثلا یک نفر بخواد مثلا همون روزهای اول شروع کنه بگه من خیلی بلدم، ببینید من این باید این کارو کنید و اینا، ببینید در حد خیلی با نمیدونم با در یه حد خیلی قابل قبولی واقعا به پیشرفت شما کمک میکنه. ولی اگه بخوام مثلا خیلی منم بکنید، این چیز خوبی نیست، به خصوص در اوایل در ماهای اول. بعد که شما ثابت کنین که میتونین اون کاری که ازتون خواسته شده رو انجام بدین، یواش یواش خب نظرها نسبت به شما خوب میشه و مثلا جو شما رو میشناسه، میدونه که اهل این که مثلا بگیم من خیلی بلدم نیستین و خب حالا اون پیشرفت ها و چی بهش میگن ترقی برای شما به وجود میاد. بنابراین سعی کنیم در اول کار فقط محیط رو بشناسیم و کار خودمون رو خوب انجام بدیم. یک مورد دیگه این هستش که وقتی شما وارد یه جمعی میشین و بین همکارا صحبت دارن راجع به یه موضوعی صحبت میکنن، حالا و یا شما هم از همون اول حضور داشتین و راجع به موضوعاتی صحبت میکنین بین خودتون، به نظر من بهتر هستش که شما با راجع به اون موضوع، حالا اگر از شما پرسیده شد و شما در جمع بودین، در بحث بودین، اگر از شما نظری خواسته شد یا میخواستین نظرتون رو بدین، فقط نظرتون رو بدین بدون اینکه مثلا بخواین منبر به دست بشین، یعنی کسی نره روی منبر و حالا نطق کنه تا طولانی و جایی که مثلا، چون بعضی موقع ها ما فکر میکنیم که نظرهای خیلی خوبی هم داریم ما و مثلا صحبت های خیلی خوبی هم داریم ولی خواسته نشده هست، یعنی کسی اون لحظه شاید نخواد به این صحبت ها گوش بده یا ارزش صحبت های ما رو درک نکنه و بشه خارج از حوصله افراد. به خاطر همین این ممکنه مثلا یه تاثیر منفی روی افرادی که اون همکارای ما بذاره توی همون اول کار. به خاطر همین من نظرم این هستش که شما راجع به یه موضوعی بحث میکنین، نظرتون رو میدین و بعد تموم میشه و بهترین حالت این هستش که شما گوش بدین، ببینید بقیه چی میگن. به نظر من گوش دادن یک مهارتی هستش که به ما کمک میکنه واقعا چیزهای خیلی زیادی یاد بگیریم و چیزهایی رو که یاد میگیریم به نحو خوب هم یاد بگیریم و واقعا یک تکنیک کمک کننده هست، خصوصا در اول کار. آخرین مورد از 5 موردی که میخواستم توی این ویدیو باهاتون به اشتراک بگذارم این هستش که توی ماهای اول اگر وارد محیط کار میشین یا میبینید یه گروهی دارن با هم صحبت میکنن و راجع به یه همکاری دارن غیبت میکنن، بدگویی میکنن، حتی اگر شما هم به اون صحبتاشون واقع باشین و ایمان داشته باشین که واقعا حرفاشون درست هستش راجع به شخصی که حضور نداره، این بهتر هستش که شما نظر ندین. یعنی بهتر هستش که شما وارد اون بحث غیبت و بدگویی نشین، چون تازه وارد محیط کار شدین، شما اون شناختی رو که اونها بین خودشون دارن با همکاره که حالا دارن راجبش صحبت میکنن دارن، شما اون شناخت رو ندارین و این بهتر هستش که به هیچ وجه وارد این مسائل نشین تا زمانی که به هر حال شما این یخ ورودتون ذوب بشه و ممکنه این حالت براشون پیش بیاد که مثلا این تازه 2 روز اومده اینجا و شروع میکنه بدگویی کردن به راجبه یه همکاری که مثلا ما 3 ساله میشناسیمش. خب این خیلی بهتره که شما وارد نشین و واقعا تاکید میکنم به هیچ وجه حتی اگر خیلی با هم دوست شده باشین ولی وارد این بحث ها نشین. امیدوارم این مواردی رو که راجع بهشون صحبت کردم براتون مفید بوده باشه و بتونید ازشون استفاده کنین برای تطبیق دادنتون با محیط کار و فرهنگ جدیدی که وارد شدین. برای همه اون افرادی که تازه کار جدید رو شروع کردن و در حال آداپته کردن خودشون به محیط جدید هستن آرزوی موفقیت میکنم و
امیدوارم که همه چیز به خوبی و خوشی شروع بشه و شما بتونید خیلی راحت اون پله های ترقی رو توی محیط کارتون طی بکنید. امیدوارم همینطور این ویدیو رو دوست داشته باشین و از شما خواهش میکنم که اگر ویدیو به دردتون خورده و تونستین استفاده کنید از مواردی که صحبت شد، حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.